футболи меҳан алхусонае ки зарба ба тарафи дарвоза ва ту мутаваҷҷеҳ гардид, ҳарчанд дар 10 дақиқаи аввал бисёртар топ дар назорати дастаи хуҷанд буд. Партоби навбатӣ зарба чӣ гуна имконияти олӣ барои задани гол ва дар 2 дақиқа 2 фурсати беҳтарини голзонӣ барои бозигарони шаҳри Турсузода ба вуҷуд омаданд. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва бисёр партоб ба дохили ҷаримагоҳ. توپ در نظارت فوتبالبازان دست خوجند باقی میماند. ضربه و این حالت برطرف شد ولی هجوم ادامه دارد. یک ضربه دیگر و چگونه حالت خوفناک به مثلا کوشش خوب جهانگیر ارگاشف و ببینید که 2 نفر رو فریب داد به حمله گذاشت. بعد هندسهای دیگری هم کوشش بنمایند برای رفتن به داخل هجوم نوبتی. امکانیت خیلی خوب دلیل امام نظرف 21 همچون دروازه‌بان دسته مذکور است. باید متوجه بگردیم به همین فرصت حالت خیلی خوفناک است که چوب توپ ولی نتوانست پاس دسته رگارتاد از بازی رو آرام‌تر آغاز میکنند. این حمله نوبتی دسته خوجند است خود رو اشغال کند و همون وضعیت را برطرف سازد. اینجا پرتاب به داخل جریمه‌گاه. حمله نوبتی ضربه به طرف دروازه. این نخستین ضربه فوتبالبازان رگارتاد است در نیمه دوم و پیش از اون رگارتاد است در شهر خوجند غالبا به دست آورده بود. به همین هجوم متوجه بگردیم. ضربه به طرف دروازه است که چین ضربه زد دروازه‌بان توانست برطرف کند ولی هجوم دوم خواهد کرد. یک سال دیگر به داخل جریمه‌گاه و به عکس حمله باید گذارن فوتبالبازان رگارتاد است. بسیار فرصت‌های خوب گلزنی برای فوتبالبازان خوجند پیدا شده است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ضربه جهانگیر ارگاشف ترکیب موندن باعث شد 1-0 ولی بعداً دست آورد. حمله دسته خوجند جهانگیر ارگاشف ارسال به داخل جریمه‌گاه و توپ تو حالا در منطقه خوفناک است. پس با عقیب ضربه و توپ بالاتر از دروازه می‌رود. پاس خیلی خوب عزیز بکی توپ امکانیت می‌جوید و اینجا کنج دور دروازه خالی بود. همین طریق دوستان ارجمند رقابت دستای خوجند و رگارتاد است به گل با حساب